حقایق تازه نامزدی لطیفه عزیزی در امریکا. فیلم‌های جدید لطیفه عزیزی در سینمای هالیوود و آیا با واقعیت لطیفه عزیزی عیسوی شده است؟ لطیفه در امریکا مصروف چی شغلی است؟ من در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهم پرداخت. پس در ادامه با من باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. لطیفه عزیزی هنرمند خوش صدا، نام آشنا و چهره محبوب در میان هنرمندان افغانستان بود. لطیفه با آنکه سن کمی داشت ولی توانست در مدت بسیار کوتاهی به اوج شهرت هنری برسد. لطیفه تا سن نوجوانی در کشور پاکستان زندگی میکرد و به خاطر اشتراک در برنامه رقابتی ستاره افغان وی به ولایت زادگاهش برگشت و دوباره به کابل آمد و در برنامه رقابتی ستاره افغان اشتراک کرد و توانست در این پروسه مقام سوم را از آن خود کند. لطیفه عزیزی بعد از ختم پروسه ستاره افغان آهنگ‌های فراوانی برای علاقه‌مندانش ثبت و نشر کرد. وی تحت حمایت خاص جنرال دوستم و دیگر ترکمن‌ها بود. لطیفه سفرهای به کشورهای آسیایی از جمله تاجیکستان، ازبکستان و ترکیه داشته و کنسرت‌هایی برای علاقه‌مندانش برگزار می‌کرد. تغییر رژیم حاکم در افغانستان تحولاتی در زندگی تمام افغان‌ها ایجاد کرد و لطیفه عزیزی توانست با یک برادرش به امریکا برود. بعد از رفتن لطیفه عزیزی در امریکا به طور کامل از هنر موسیقی دوری کرده است. وی در امریکا مدلینگ می کند برای چندین برند لباس خارجی. اکنون شایعات در صفحات مجازی درس کرده است که لطیفه عزیزی با یک پسر امریکایی نامزد شده است و وی دین خود را هم تغییر داده است، ولی تاکنون حقیقت این ماجرا از طرف لطیفه عزیزی بیان نشده است، ولی هر کس خودش میداند و تصمیمات زندگیش. من هم آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی جوانان کشور خود آرزو دارم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و علاقه‌مندان لطیفه عزیزی به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیوهای من را لایک نموده و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سلامتی شما نازنین آرزوی من است. تا درود دیگر، بدرود.